امروز ما شما را خداوند کریم زمینه مساعد ساخت. او عزیزان من، شما اگر معروفات میکنید از علمای کرام آغاز میشه. کدام علما و شیوخ از طریق منبر صدای حق را بلند میکنند، درباره منکرات جهاد را اعلان میکنند. از طریق مسئولین امارت اسلامی، از ولایت گرفته تا امنیه قماندانی، از امنیه قماندانی گرفته تا استخبارات تا ریاست، همه رؤسا آن علما تقدیر میشن. شما علمای حق هستین. 3 سال قبل کدام عالم که ز سر منبر میشیش درباره حق مجاهدین صدای حق را بلند میکرد، آن عالم در دویم روز گرفتار نمیشد؟ جای از او در محبس نبود؟ بجای از اینکه او تقدیر شود تقبیح نمیشد؟ لله الحمد اکنون آن علما تقدیر میشن. ذمه‌داری علما خیلی زیاد بزرگ است. از امت من 2 قسم هستند. اگر همی 2 طبقه و 2 گروه اینا اصلاح شوند، همه ملت اصلاح خواهد شد. و همین 2 گروه 2 طبقه اگر خدا نخواسته فاسد شوند، همین فساد ذمه‌دار روز قیامت همین 2 طبقه کیستند؟ الا ان الامراء والعلماء. اولا امراء کسایی که مسئولین هستند، از وزارت گرفته تا ولایت، از ولایت گرفته تا ولسوالی، از ولسوالی گرفته تا علاقه‌داری، تا فرقه، تا قلی اردو، دلگی، کسایی که در امارت مسئولیت داره من حیث مسئول، روز قیامت اینا ما جوابده عند الله هستیم. چرا؟ در کدام تخت که ما امروز شیشتیم، دمی ارگ دمی تخت بدترین ظالما بودن، بدترین رهزنا بودن، بدترین خونخوارا بودن. ولله الحمد خداوند کریم آنها را نیست نابود ساخت و علما و صلحا مجاهدین را همه امکانات و وسایط را محول ساخت برای شما.